ما یه جلسه داشتیم با آقای مخبر. ایشون گفت من یه مطلبی رو به شما بگم که شما نتیجه بگیرید ما از لحاظ اقتصادی قدرتمند هستیم یا نیستیم. گفت روزی که ما دولت رو تحویل گرفتیم 5-6 تا آسیب بزرگ اقتصادی داشتیم، اقتصادی، اجتماعی، حتی به سیاسی هم میخورد. 1. انبارهای آذوقه اکثر استانهای کشور خالی بود، برای 1-2 هفته بیشتر آذوقه نداشت. نفتمون تا چقدر فروکش کرده بود بگید؟ تا 200,000 بشکه میفروختیم، یعنی هیچی نمیفروختیم، تحریم بودیم. اونی هم که میفروختیم پولش دستمون بگید نمیومد. روزی 400-500 تا هم کشته کرونایی داشتیم، نمیگذاشتن واکسن داخلی تولید بشه، واکسن هم نمیخریدن. خزانه مملکتم جارو شده بود رفقا، سند داریم به من نشون دادا. آقای نوبخت مسئول برنامه بودجه وقت به آقای روحانی رئیس جمهور وقت مینویسه اجازه میدید برای فلان موضوع روزای آخر یه پولی از خزانه برداریم. آقای روحانی زیرش مینویسه مگه پولی تو خزانه مونده؟ جارو کردن. تمام بودجه‌ای که دولت برای سال 1400 به مجلس به دولت داده بود برای ارزاق 8 میلیارد دلار بود، همه رو تو 5 ماه اول خرج کرده بودن. تو جلسات خصوصیشون هم میگفتن این دولت بیاد سر کار به 40 روز نمیکشه، مجبور با آمریکا و اروپا کنار بیاد تو مذاکره پاهن بده. نفت رو رسوندیم به 1,400,000 بشکه. چجوری؟ نفت و کشتی رو بردیم وسط دریا با دلالا فروختیم، شد 1 میلیون تا بعضی روزا تا 1.5 میلیون بشکه فروختیم. نفتمون رو فروختیم، پولمون رو بگید گرفتیم، رفتیم از سر بندر کشور حتی عربستان کشتی مواد اولیه و آذوقه رو خریدیم با قیمت بالا. انبارای آذوقه‌مون رو تا 1.5 سال پر کردیم، همه 31 استان را. واکسن 150 میلیون تولید کردیم و وارد کردیم، کشته ها رسید به زیر 100 تا و زیر 10 تا. صدها کارخونه رو نشون دادیم تو همین چند ماه اول تونستیم راه بندازیم. این عصبانیت دشمن از پیشرفت استثنایی یک دولت بود. تو 1 سال 7 میلیارد دلار پولمون از کره جنوبی گرفتیم. با شانگهایی که همه کشورها آرزوشو دارن ارتباط برقرار کنن، ارتباط برقرار کردیم. با این 15 تا کشور همسایه که سالیانه میلیاردها دلار تبادل اقتصادیشونه و دولت قبل اینا رو کلاس نمیدونست، با این کشورها با همشون رفتیم وارد تبادل اقتصادی شدیم. خط راهن جاده ابریشم و 2 تا خط راهن داریم راه میندازیم و داریم کار میکنیم. دولت ما آقای مخبر گفت حاج آقا به حضرت عباس 3-4 ماه اول شبانه روز 19 ساعت تو دفتر کار بودیم، هر کدومون 2-3 بار میرفتیم زیر سرو. بعد از 2 ماه که همون 3-4 تا کار اصلی رو کردیم، انبارا رو پر کردیم، نفتمون رو فروختیم، واکسن خریدیم، ارزم کرونا رو آوردیم پایین و پولامون هم گرفتیم، به دوستان مذاکره کننده گفتیم حالا بریم مذاکره رو بکنیم، دیگه نمیتونم پارو گردمون بگذارم. ولی من با آقای مخبر گفتم آقای مخبر مردم باید ثمره‌اش تو سفره‌شون ببینن. گفت من قول به شما میدم تا 1 سال آینده مردم ثمره فعالیت‌های زیربنایی اقتصادی رو تو سفره‌هاشون خواهند دید.